هیچ کس نمیتواند دوبار در یک رودخانه پا بگذارد، چون در بار دوم نه رودخانه است و نه انسان همان انسان. این جمله هراکلیتوس کل مفهوم بک‌رومز رو برای ما توصیف میکنه، جایی که دیدیمش و برامون آشناست. اما این جا دیگه اون جای قبلی نیست. توی این ویدیو فیلم بک‌رومز کل این مفهوم به عنوان یک پدیده ترسناک جدید و حس و حالش رو بررسی میکنم و در موردش حرف میزنم، چیزی که برای خودم به عنوان یک دنبال کننده ژانر وحشت اینترنتی خیلی جذابه. من روژانم، کارم نویسندگیه و هر جایی که داستان خوب ببینم دنبالش میرم. من بیشتر از حد نرمال به فیلم هایی که دیدم و کتاب هایی که خوندم فکر میکنم. به نظرم داستان زندگی معمولی ما رو به یک چیز شگفت‌انگیز تبدیل میکنه و مسیر زندگیمون رو تغییر میده. اگر سینما و ادبیات رو دوست داری و میخوای به روایت های شخصی من ازشون گوش کنی، چنلم رو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کن. لایک تو این ویدیو رو به افراد بیشتری نشون میده و به منم انگیزه میده. فیلم ترسناک بک‌رومز یا اتاق‌های پشتی یکی از جدیدترین فیلم‌های این ژانر که با قبلی‌هاش فرق داره. این فضاهای عجیب و دلهره‌آور بعد از 6-7 سال خاک خوردن در پس و پشت ویدیوهای یوتیوب و تردهای گفتگو حالا به تصویر کشیده شدن. کی پارسونز، کارگردان 21 ساله آمریکایی، بعد از یک سری فیلم کوتاه توی همین فضاها با بازیگرهای مطرحی مثل چویتل اجیوفو و رنات رایزوه که امیدوارم اسمشو درست گفته باشم و فیلم ارزش احساسیش رو توی کانال هم کار کردم، ما رو به درون این اتاق‌ها میبره. اما این قضیه از کجا شروع شد؟ مفهوم ترس در روایت‌های تصویری معمولاً برای ما با یک عامل ناشناخته همراهه یا چیزی که سر جای درست خودش نیست. مثلا در فیلم درخشش که توی بیشتر لیست‌های سینمایی به عنوان ترسناک‌ترین فیلم تاریخ شناخته میشه، این عامل ناشناخته یک مکانه، همون هتل، و اطلاعاتی که ازش نداریم. کل ساختمون و انسان‌های درونش برای ما عجیب و بیجان. یا در فیلم حلقه تصاویر آزاردهنده‌ای رو می‌بینیم که روی یک نوار ویدیویی ضبط شدن و هر کس که اونا رو تماشا میکنه بعد از 7 روز کشته میشه. تا حالا شده وارد یک جایی بشی و حس کنی که نباید اونجا باشی؟ مثلا این تجربه‌ای که هممون داریم وقتی که زنگ آخر میخورد و مدرسه خالی میشد، یا وقتی که توی هتل محل اقامتمون اشتباهی طبقه دیگه پیاده میشدیم، یا بعد از آخرین ساعت‌های کاری یه مرکز خرید توش میموندیم وقتی که مغازه‌ها تعطیلن و یه حس غریبی داریم. تو اینجور فضاها اتفاق عجیبی نمیفته. روح یا غولی هم در کار نیست. خونی هم ریخته نشده. فقط یک چیزی سر جای خودش نیست. اینجا همون جاست، ولی انگار روحش فرق داره. برای انسان هاست، اما این دیوارها و فضا انسانها رو یادشون رفته. سال 2019 یک کاربر ناشناس این عکس رو توی سایت فورچن گذاشت. فورچن یک سایت بولتنی شبیه به ردیته که بر پایه عکس و گفتگو کار میکنه، مثل فیدهای قدیمی که توشون یه عکس میذاشتیم و 10 نفر میتونستن در موردش صحبت کنن. ولی این عکس از این ترد ساده فراتر رفت و تبدیل به یک مفهوم جدید در ژانر دلهره شد، مفهومی ترسناک که اینترنت اون رو ساخت و پرداخت. این عکس ساده چیزی شبیه به یه دفتر کار بود. ببینیدش با نورهای فلورسنت زرد و خالی. کپشنش: اگر مراقب نباشی و از واقعیت بیرون بیفتی، کارت به اتاقای پشتی میفته. توی این عکس ما عامل دلهره‌آوری رو به صورت مستقیم نمیبینیم و اطلاعاتی هم نمیگیریم. نبوغ این عکس در همینه. یک عکس ساده از یک فضای آشنا، قانون عجیب و یه حس که آزارمون میده و مرمورمون میکنه. انگار این فضای خالی داره داد میزنه که منو پر کنید. از اینجا این عکس به یوتیوب اومد، در موردش کلی محتوا ساخته شد و بال و پر گرفت. توی این چند سال اینترنت کار خودش رو به بهترین شکل انجام داد. کلی داستان، لیول‌های مختلف، موجودات عجیب، قوانین سخت و فضاهای تازه مثل پول رومز، لابی رومز، مال رومز و حتی ترکیبش با سریال‌ها و انیمیشن‌های آشنایی مثل سیمپسون‌ها یا فرندز و کلی چیز دیگه. اما چرا بک‌رومز انقدر معروف شد؟ داستان فیلم از این قراره که یک محقق در زمان کارش از تیمش جدا میشه و به صورت اتفاقی به این اتاقهای پشتی میفته. چند سال بعد ما آدم‌هایی رو دنبال می‌کنیم که این فضاها رو توی فضای زندگی شخصی خودشون پیدا می‌کنن بدون اینکه بخوان.
فیلم مثل یک دایره است که از شرکت ایسینگ شروع میشه و در انتها هم دوباره بهش برمیگرده. این شرکت روی فناوری MRI کار میکرده و دری رو باز کرده که حالا بستنش دیگه ممکن نیست. موتیف در بارها و بارها توی فیلم تکرار میشه. مثلا مری یکی از شخصیت‌های اصلی که تراپیسته و کل مسیر شغلیشو بسته روی باز کردن درهای روان، یا کلارک صاحب یک مغازه مبلمان که بک‌رومز در واقع توی زیرزمین مغازش کشف میشه. وقتی دوربین به داخل این اتاق‌ها میره ما درهای ذهن کاراکترها رو هم میبینیم و استعاره‌های مختلفی رو به شکل معذب کننده تجربه میکنیم. یعنی واقعا یه جاهای معذب میشیم و همون حس نابجا بودن رو میگیریم. به عنوان بیننده و خب کنار کاراکترها چند جا حس میکنیم که ای بابا جای ما اینجا نیست و داریم خفه میشیم، ولی راه فراری هم دیده نمیشه. البته که هیچ جای توی فیلم این تئوری مطرح نمیشه که اتاقهای پشتی تخیلی هن یا فقط توی ذهنمان، ولی به نظرم با دیدنش میتونید بهتر بفهمید که چی میگم. بک‌رومز از اون فیلم‌هاییه که نمیشه با دست خالی سراغش رفت و این لزوما چیز بدی هم نیست. این فیلم‌ها نقطه صفر و نقطه 100 ندارن و روایت توشون خیلی ساده و خطی جلو نمیره. من از کامنت‌های سایت‌های ایرانی دیدم که تقریبا هیچکس متوجه نشده که چه خبره، ولی در یوتیوب و ردیت قوقایی برپا شده. چون در جهان امروز که محتوا مثل بارون روی سر ما میباره و دیگه لازم نیست کسی از بیرون به ما چیزی بده، ما به عنوان بیننده دیگه دلهره رو صرفا مصرف نمی‌کنیم، بلکه خودمون دنبالشیم و حتی میسازیمش. اگر در قرن 20 هیچکاک فیلم روانی رو ساخت که توی سالن سینما حال آدم‌ها رو بد کرد، خیلی از سالن رفتن بیرون و حتی انجمن‌های سینمایی دست به سانسورش زدن، این فیلم در 2026 دیگه خیلی ترسناک نیست و شاید حتی قلقلکمون هم نده. بک‌رومز امکان وحشت رو به فضاهای روزمره میاره، چون شاید توی زندگی هر روزه ما کسی با چاقو دنبالمون نمیکنه یا مطمئن هستیم که توی خونمون روحی زندگی نمیکنه، اما همین دیوارهای خونه حالا یه تهدیدن و یک امکان جذابه. فیلم بک‌رومز هم مثل هر روایت خوب دیگه‌ای باید اول جهان خودش رو میساخت که قشنگ و دیدنی باشه. این جهان براش آماده شده بود، اون هم نه توسط نویسنده‌های بزرگ هالیوودی بلکه به دست کاربرهای خلاق عادی. من نمیخوام داستان فیلم رو کامل تعریف کنم یا میزان موفقیتش رو بسنجم. با وجود اینکه نمره‌های فیلم بالاست، هنوز زوده که بدونیم قدش به اندازه کانسپتی که ازش اومده بلند میشه یا نه. اما اگر فیلم‌های این سبک رو دوست دارید، به نظرم قبل از دیدنش حتما بک‌رومز رو توی یوتیوب یا تیک تاک سرچ کنید و باهاش آشنا شید. اگر هم فضایی رو دیدید که شبیه اینه و توی زندگی روزمره‌تون حسش کردید، برام همینجا بنویسید. این ویدیو رو در تابستون 1405 میذارم و وقت و توجه شما توی این شرایط برام ارزشمنده. اگر ویدیو رو دوست دارید لایکش کنید و برای دوستای علاقه‌مند به سینماتون هم بفرستید. همچنین اگه دوست دارید در مورد فیلم یا کتاب دیگه صحبت کنم، حتما برام بنویسینش.